اوسو عیسی سی شاگردونش حکایت دیگه تعریف کرده. به هانو گفت بیا پیلدار مباشری داشت که به حساب کتاب دارایی او رسیدگی بکرد. اما به او خبر رسید که مباشرش می اموال او داره خیانت کنه. او شخص پیلدار مباشرش بانک کرد و ازش پرسید یان چیه که درباره تو بشنافم؟ زیتر حسابا خودت بند داد سیان که اکار برکناری. مباشر پی خودش فکر کرد ایسو چه کنم؟ ارباب مخومانه اکار بیکارم کنم. جون زمی کندن ندارم و اگدایی هم آر دارم. ایسو دونم چوا کنم تا وقتی که ام مباشرت برکنار بیستم مردم مانم خوناشو پذیرا بون. پس بدهکارون ارباب خوش یکی به یکی بانک کرد و اولی پرسید چقدر به اربابم بدهکاری؟ او شخص جواب داد 100 حلب روغن زیتون. گفت قبضت گره زیتر نشی نویس 50 حلب روغن زیتون. اوسو از دومی پرسید تا چقدر بدهکاری؟ او شخص جواب داد 100 خروار گنم. مباشر به او گفت قبضت گره نویس 80 خروار. ارباب مشاور تقلبکار سیدل زرنگیش تحسین کرد. سیدلیان که اشخاص بی ایمو می رابطه خوشو پی بقیه و می کارا خوشو ام مردم خداشناس زرنگتره. به شما بگوام مال دنیا نه که می رها بعد مصرفه بونه می رها درست استفاده کنی. کسی خودتو دوسونه پیدا کنی تا وقتی که مال تو امین رو خونه می آخرت داشته. کسی که می کارا کچک امین بوا می کارا گپ هم امینه و کسی که می کارا کچک امین نبوا می کارا گفتر هم امین نتره. هر شما می مال دنیا امین نبوی کیه که مال حقیقیه به شما سپاره؟ هر می مال بقیه خیانت کنی کی مال خودتونه به خودتو بده. هیچ غلومی نتره دو ارباب خدمت کنه. سیان که یا که یکیشون نفرت گره و به یکی دیگه شون محبت کنه و یا دلبسته یکی اهانو ببوه و یکی دیگه شون نخوار شما. شما هم همینطور نتری هم بنده پیل بوی و هم بنده خدا. عالمون فرقه فریسی که خیلی پیل دوست بیدن وقتی ای قصه نفهمیدن عیسی بریش خند گرفتن. عیسی با هانو گفت شما کسانی هستی که خودتون به مردم دیندار نشونه دهید اما خدا از دل تو خبر داره و چیایی که بین مردم زیاد عزت و حرمت دایه ببون در نظر خدا کراهت آوره. تا قبل موعظه یحیی تورات موسی و نوشته انبیا راهنما شما بید. اما عیسی که یحیی و ما خبر خوش رسیدن ملکوت خدا نبدهیم مردم به جدیت تلاش کنن تا به وان وارد بون. پی حال آسوتر آسمون و زمین ابین رو تا یان که جز کچکی از تورات بی اعتبار